بیبی بچیم، من عزیز خوب میشناسم. اگه هدفش کشتن تو می بود، او مرمی حال در جیبت نی، در قلبت می بود. شرکت مرکت بهانه است. او کت پیسه میسام کار نداره. هدف او ای است که تو را بترسانه، رنج بتید و بفهمه که ناز کجاست. اگه تو آخرام کوشش کنم بیفایده است مادر، هیچ وقت نمیفهمم. او قسم خواه است، اما باید ما بازم آرام و با تدبیر باشیم. بان که فکر کنه برنده شده و ما هم باز زنده شدیم. وقتی که آخرین توس خود استفاده کردیم، باز کلگی میفهمه که کی برنده است. آخرین توس ما چی است؟ وقتش که رسید میگمت، حال صبور باش. من تو را اعلان نمیکنم اصلا. مادرت هیچ وقت تو را اعلان نمیکنه. مجبور هستم که برو مادر. مجبور نیستی که بری. من قربان تو میشم، فدایت میشم. تو را نمیتونم روان کنم دخترم. نترس دخترم، از هیچ چیز نترس. نمیترسم، حتی نمیمونم که او به من نزدیک شود. نمیمونم. از وقتی که عروسی کردیم نموندمش که لمسم کنه. او رو حال هیچ کار کرده نمیتونه. فقط هدف من محافظت از شماست. به یاد داری تو برم گفته بودی نه؟ قدرت محبت در زبان نیست، در قلب است. اگه به خاطر عزیزای خود هر کاری که از دست میای انجام ندی، باز نه محبت ارزش داره و نه تو. اما من قسم فکر میکنم از عزیزای خود محافظت میکنم. اگه تو میبودی چی میکردی؟ این کارم میکنم. از او خاطر هیچ تشویش نکن. او رو حال هیچ کاری کرده نمیتونه. من دلیل زندگیش هستم. اگه نباشم اوام نیست. دلت جمع باشه سعید. پیدایش کردیم آقا اورال، پیش خانم مسئله است. درست است چیزی را که برات گفتم انجام بده. درست است آقا. عشقم با هم گپ زده بودیم، قرار بود که زنگ نزنی. چی میکردم عزیزم؟ طاقت نتونستم، دق شدم. مام دق شدیم. سیبل، آقای اورالو خانم جانان آمدن. خانم جانان تو را میخواه. عشقم لالایم شان آمدن، میشه بدن گپ بزنیم. صبر کو یک لحظه الینا، باید ببینیم. حاله با 1 ساعت برآمدن نمیتونی؟ یک بانه پیدا کو برای ملاقات ما کوتاه باشه خیر است. فکر نکنم که برآمده بتونم. گفتم نه لالایم شان آمدن. الینا، یک موضوع مهم است که میخوایم کتت گپ بزنم. بگو میشنوم. در این صورت بشنو. الینا چی میکنی جانم؟ هیچ، اما تو شیشتی. زود باشه ما دشت و بنان خوردن میریم. خیرت است. این نان خوردن از کجا شد؟ بعضی گپای مهم است که میخوایم ممرای تو وصل دوارشان گپ بزنم. در رستوران توکیو جای ریزرو کردیم. تو به خاطر ما تشویش نکن. از اتفاقاتی که سپری کردیم بدتر سرم نمیایه. من خوب هستم مادر جان، واقعا خوب هستم. خداحافظ. به خانه میریم؟ نه خیر، آقا اورال ازم خواستن که شما را به رستوران توکیو ببرم. اونا فعلا در خانه هستن، تا 1 ساعت دیگه میرسن.
این رستوران از کجا شد؟ چرا اونجا میریم؟ نمیفهمم خانم. آقا اورال امر کرد که شما را اونجا ببرم. امر کرد؟ خب چرا؟ در اونجا چی میکنیم؟ اویشه دیگه من نمیفهمم. با من فقط گفته شده که شما را اونجا ببرم. از خاطر که امر کرد تو کار میکنی. سپری کردن عمر با پیروی اوامر یک مریضی روانی است. اما قسم نیست کندال. نفهمیدم خانم. به نظر من کاملا خوب فهمیدی. تیرت میاری. هر چیزی که میگن تو بدون هیچ پرس و پال انجام میدی. همونطور نیست؟ اونجا برو کندال، اینجا بیا کندال، او را بیار، ای را بیار. پرسان نکو، فقط انجام بده. بسیار میخوایم بفهمم به خاطر اونا دیگه چی کده میتونی. جان میگیری؟ جان میگیری؟ در مخفی ترین جای دفنش کو کندال. بعد تو هم جای او قبر فراموش کن. درست است خانم. جواب ندادی کندال. ای کارت خلاصی نداره. با تشویش هستم که در کجا متوقف میشی. من فقط کار خود انجام میدم خانم حسن. بس شد. تو ایره بودی ملکه. ملکه تو ده اینجا چی میکنی؟ بس شو خیلی ملکه یک دقیقه چی گپ است؟ او لعنتی اورال نام ده داخل یک لحظه خانم محترم از آمدنتون خبر بود؟ ملکه یک دقیقه گفتم. خانم محترم گوش کنید. ملکه تو چی میکنی ها؟ کجا میرین شما اینجا را چی فکر کنید خانم؟ که بیایه. استاد باش ملکه، استاد باش. صبر کنید لطفاً. گفتم که الهی بده. ملکه لطفاً صبر کنید شما را او میگم. لعنتی رو صدا کنیم که اینجا بیایه. گوش کنید ملکه یک دقیقه. لطفاً ملکه تو چی میخوایی کنی؟ رسوا نکن ما را دیگه. برو از اینجا. رسوایی مده پیش رسوایی اونا هیچ چیز نیست. اورال دمیروغلو کجاستی؟ لطفاً خانم محترم بیرون براین. بیرون براین. دمیروغلو باید به من حساب بده. بیا این طرف بیا دیگه. خوش آمدین. چقدر یک انسان پست، چقدر یک انسان کثیف، چقدر یک انسان بی‌شرف هستی. تو چه قسم یک انسان هستی؟ الا کنین لطفاً. شما چی میکنید؟ لطفاً آرام باشین. میشینیم گپ میزنیم. همراهی تو گفتایم خلاص شده. مکد تو یک بار گپ زدم، یک بار پرسان کردم. دروغ گفتی. من فکر میکردم که محبت تو نسبت به اصل واقعی است. باور کرده بودم سرت، اما تو هیچ وقت او را دوست نداشتی. ما هیچ وقت با شما دروغ نگفتیم. چه باش؟ او دخترم است. او نور چشمم است، نفسم است. او زندگیم است، کل چیزم است. تو زندگی دخترم تباه کردی. تو دنیای دخترم آتش زدی. تو جان مرا دختر مرا نابود کردی. مام زندگی تو را نابود میکنی. اینجا چی جریان داره؟ چیزی نیست مادر. یعنی چی که چیزی نیست؟ خانم ملکه چی گپ است؟ کدام چیز نیست خانم جانان. به از ما عالم من هیچ جایی نمیرم خلیل. امروز اینجا من حسابی میکنم. درست است. مرا با خانم ملکه تنابانین خصوصی گپ میزنیم. مادر ما بیاز گپ میزنیم. اورال حالا تو خواهرت بگی او برو. مادر گفتم که برو اورال. لالاده اینجا چی گپ است؟ چیزی نیست عزیزم. ما تو از اینجا میریم. هیچ جایی نمیرم. خانم ملکه دخترم مریض است. هر مشکلی که دارین با هم گپ میزنیم. لطفاً بریم جانم.
حالا شما هم بریم. ما و خانم ملکه تنها گپ بزنیم. درست است. تو هم برو خلیل. بفرمایین خانم ملکه. هر مشکلی که دارین مثل دو انسان با هم گپ میزنیم. شما میگن مثل دو انسان گپ بزنیم؟ بچه‌تان از انسانیت خود گذشته. بچه‌م با دخترتان چی کرده میتونین بگوین؟ همراه دختر مرا با زور با خود برده. او را مجبور کرده که همراهش عروسی کنه. شاید که شما واقعیت بفهمی. هیچ تمثیل متعجب شدن نکنین خانم جان. ای که بچه چی کرده تام بسیار خوب میفهمی. قسم میخورم که من از اوت یک چیز خبر نیست. اگه خبر میبودم من پیش از شما عکس العمل نشان میدادم. وقتی که دخترم مثل گوسفند قربانی میشد هیچ وجدانت عذاب نکشید؟ ها؟ هیچ پرس و پال نکردی؟ افسوس، هم به تو و هم به مادر بودنت، هم به زن بودن. ببینی دخترتان خواست که همراه بچه عروسی کنه و عروسی هم کرد. ما به حیث یک مادر از اونا حمایت کردم. حمایت نکردی. تو بر رسالت بچه چشم پوشی کردی. به گناهش پرده انداختی. تو دختر مرا به خاطر بچه‌ت قربانی کردی. خدا میفهمه که شما با ناز چی کردی. ولی خدا را شاید دانسته میگم این کارتان بی جواب نمیماند. او زندگی دختر ما ویران کرد، ما هم زندگی او را ویران میکنم. خانم ملکه ما هم یک مادر هستیم. فعلا که قارستین درکتان میکنم، اما دیگه اونا عروسی کردن. دخترتان در این خانه ده امن است. تشویش نکنین. تو همراهی من شوخی میکنی احمق؟ بعد از این ساعت من دختر خود همراهی بچه دزر یک سقف نگاه نمیکنم، میمرم و میکشم، اما او را اجازه نمیتم اینجا باشم. مجبور هستین که اجازه بدیم. غیر از اون مام کاری که لازم است انجام میدم. هر کاری که از دستت میآید دریغ نکنی. داگ از دامیدا. دختر ما بیکس نیست. نمیمونم که تو می سگای کوچه شود. از عشق که سالا پیش با عزیز توپراک داشتی خبر هستم. در ضمن ای را میفهمم که شباهت عسل و ناز تصادفی نیست. تو چی میخوایی بگویی؟ شما بسیار خوب فهمیدین که چی میخوایم بگویم خانم من میفهمم که پدر عسل عزیز توپراک است. شما چی چطیت میگی؟ ایره دیگه از کجا کردی؟ از کجا کردم ها؟ در پیشم آزمایش دی ان ای عزیز توپراک با دخترتان کاملا 100% سر میخوره. وقتی که عسلیه مرا فهمید چی واکنش نشان میده، راستش ایره نمیتونم تخمین بزنم. هنوز نواشتی کدین نه؟ حیف میشه. شما دخترتان از مکده خوبتر میشناسین، اما عسل را که من میشناسم بار دیگه تا آخر عمر بروی تانم نمیبینه، حتی نام تانم نمیگیره. خانم ملکه هر دوی ما آدمایی هستیم که اولاد خود دوست داریم. من به خاطر خوشی او را و شما به خاطر خوشی دخترتان هر کار انجام میدین. اما قسم نیست؟ کاملا اما قسم است. مناسب ترین کار ای است که وظیفه مادریت به جای بیاری و خاموش باشی و به خاطر خوشی اونا تلاش کنی. ملکه تو خانم جانان درباره چی گپ زده؟ ملکه برام توضیح بده. درباره چی گپ زده؟ من در زندگی خودت یک خانواده رو ندیدیم خلیل. چقدر پست فطرت است، چقدر بی حیاست. او رول پس زندگی دختر من تباه کرده خلیل. درباره او چطوری گپ میزنی ها؟ بالاخره او دامادم از ملکه. دیگه ایره قبول کن. چی را قبول کنم خلیل؟ او به زور همراه دخترم عروسی کرد. او را مجبور ساخته که همراهش عروسی کنم. حالا من برش دامادم بگویم. تو چی میگی ملکه؟ ما او را نابود میکنم. همراه دخترم چطور این کار کرده میتونم؟ کده دیگه. حالا مادرش منو تهدید میکنه. تهدید میکنه؟ با چی؟ درباره عزیز خبر شده.
چی؟ درباره چی عزیز خبر شده؟ ای که پدر اصل است. ای دیگه چی حال است؟ اگه اصل از این گپ خبر شود دفعتاً پیش عزیز میره. نمیخوای گپ بزنی لالا؟ راجع به چی گپ بزنم؟ ملیاز خدای قسم نگو. از وقتی که در موتر سوار شدم منتظر هستم که آرام شوی. یک کلمم نمیگی. چی شده؟ مادر اصل حساب چی را از تو پرسان میکرد؟ بگو دیگه نی؟ هیچ. به هیچ صورت عروسی ما را قبول نمیکنن. معتفل نیستم لالا. در ضمن چندین ماه شد که شما عروسی کردین، اما هیچ با هم خوب نیسته. علینا جان خواهش میکنم یه موضوع را بسته کن. بسته کردن خوب بسته میکنم، اما مادر اصل بسته میکنه یا نه ایره نمیفهمی. تو به خانم راجع به او مسئله گفتی خلیل؟ تو به خانم جانان امکان داره که برش بگویم؟ کل چیزم میفهمه. چه قسم اینه؟ دانه مرا باز نکن آقا خلیل. ایره میفهمه که اصل امرای اورال چرا عروسی کده. امکان نداره خانم جانان، قسم میخورم که نگفتی. بیبی من دیگه نمیفهمم. مواظب خانمت باش و مواظب دانه خود باشه. غیر از او فهمیدم میگی که مسئله عزیز فاش میکنی. نیتت فهمیدم، شما حقیقت فهمیدین، اما پت نگاه کردین. این راز به خیر کل ماست. اگه عزیز خبر شود که اصل دخترش هست، هم سر شما و هم سر ما بلا را میاره. این رو خب میفهمین. تو به کار خود برس، متباقیش محل میکنه. کافی است که زن دانش بسته نگاه کنه. حال رفته میتونه. دو تقدیر بیبی حافظ، هم ده حسرت دیدار روی خوارم هستم و هم ده موقف او دخترم قرار داره که در زیر او سقف امروی او جانور یک جای زندگی میکنه. اما تو از رئیس کار از دست ما ساخته نیست. عقلم هیچ قبول نمیکنه. عقلم هم قبول نمیکنم، اما قلبم بسیار راحت است. بعد از دیدن چشمای دخترم مثل که قلبم از کل قار و غصه خلاص شده. بعد از این آرامش محصل است. حسرت خواهرم که تو حل میکنم. با او دیمیرغلو دختر من میمانم. با حسرتم حسرت اضافه نمیکنم. خب چی میکنی رئیس؟ در مقابل اصل ایستاد میشم و گپ میزنم. برش میگم که من پدر سکی تو هستم. به هر قیمتی که میشه ای کارم میکنم. از هر دویتون تشکر که دعوت من قبول کردین. این دعوت از کجا شد اورال؟ باید تجلیل کنیم زندگیم. 4 ماه پیش دقیقاً در همین روز من تو را دیده بودم. قبلا وقت پیدا نتونستم که تجلیل کنیم. بعد از این همیشه تجلیل میکنیم. بازم چرا مرا خواستی لالا جان؟ در صورتی که تجلیل میکردن کاش که تنها می بوده. چون تنها از این مسئله نه. این موضوع رو تجلیل میکنیم که عقل تو در جایش آمده. علینا جان، در اصلی که تو از کنان نجات یافتی رو تجلیل میکنیم. حالا به سلامتی مقبولی شما، یک جای بودن ما و خانواده ما. راستش من آدم بسیار خوشبخت هستم. همین لحظه 2 از مقبول ترین خانم های دنیا پیش رویم شیشتن. خانمم و خواهرم. اگر کل چیزم از ما بگیرن اصلا برای مهم نیست، اما کسی که به شما دست بزنه
بدون یک لحظه فکر کردم. به هر حال شما ارزشمندترین چیزایی هستین که من دارم. با اجازهتان من یک بار بعد از شوی برم. مروارید سیاره کشیدی؟ بله، ازش خسته شده بودم. خوب کردی، ما هم خسته شده بودم. الینا، آرام باش مستم، آرام باش. کنان، عشقم. اصلا ای کنون احمق دیروزای آخر پیش تو آمدن؟ از این خاطر پرسان میکنم که او به شرف هر کارو میتونه بکنه. چرا این از ما پرسان میکنی؟ از کسی پرسان کن که به تعقیب من روان میکنی. اصلا لطفا میشه جواب بدی؟ نامده. عشقم چرا اینجا آمدی؟ حال ما را خوندیده. درست است، آرام باش. باید برات یک چیز مهم میگفتم اما ناتکمیل ماند. درست است. شب ده تلفن بگو، حال گیر میایم، لطفاً برو. نمیشه، ناوقت میشه، باید حال بگویم. درست است. بیبی اصل، تو عضو خانواده مستی، خانم مستی. چشمای او به شرف انتقام کور کده، نمیفهمی؟ میخوایم من از بین ببره. میفهمه که تنها نقطه ضعف من تو هستی. ما مجبور هستم که از تو و خانواده محافظت کنم. چی شده اورال دمیروغلو؟ از یک ماهیگیر میترسی؟ چطور؟ از ماهیگیر نه، از دست دادن تو مرا میترسانه. آدم ها چیزایی را از دست میتن که مالکش هستن. تو مالکم هستی؟ نیستی و هیچ وقت هم نمی باشی. از همین خاطر ضرور نیست که بترسی. او پست فطرت متوجه نیست که وقتی نزدیک خانمم و خواهرم باشه چی ده انتظارش هست. اما من قیمت هجرتش از سرش بسیار سنگین میپردازم. کسی که در زندگی ما آمد و کل چیز تبا ساخت توستی. اگر کسی کدام قیمت پرداخت کنه اول باید تو باشی. عشقم تو جدی هستی؟ آقدر جدی هستم که هیچ وقت در زندگی نبودیم. صبح صبح در اونجا میبینیم. درست است، اما من در گل صبح چی گفت از خانه برای؟ نمیفهمم. او شدگه تو فکر کو یک بانه پیدا کن. من یک راه چاره پیدا میکنم. تو مرا بسیار خوش ساختی کنم. حالا دیگه برو اگه نگیری. درست است، آرام باش. صبح صبح در نشان تا شوش کنی، دیر نکنی. سیس درست است. هیجانی نشو. یک بانه پیدا کن و برای سیس. دخترم بس است دیگه، خدا خراب ساختی. کلانا گفتن اشک چشم وقتی که ریخته میشه مروارید میشه، وقتی که ریخته نشه به درد تبدیل میشه، قلب ما را فشار میده. حیفتو نکده. من چی کنم اما جان؟ دیگه نمیتونم دخترم به دو جهنمی لابتم.
اجازه نمیدم که در پیش چشمان دخترم بسازه. باید اجازه ندی. دخترت بگی و اینجا بیار. دیمیر غلواره خوبان اگه تمام دنیا هم پشت درازم بیایه او را نمیتیم. فهمیدی؟ تو بگو. اگه کل چیزه برش بگویم او وقت اصل در پیش ما میمانه. حساب کل چیزه گرفته از پیشم نمیره. او وقت تو حقیقت بگو. توضیح بده. کلگی باید خبر شوه از تمام اتفاقاتی که سپری کردی. عشقت، محبتت، ای که عزیز چطور تو را در نیم راه الا کرد. کل چیزه. پنهان کردن ایراز قدر سالا برم بسیار سخت بود. حالا گفتنش برم دگام سخت شده. اما میترسم، بسیار میترسم. به خاطر از دست دادن اصل بسیار میترسم. من چی بگویم دخترم؟ چی بگویم؟ اصل دلیل زندگی کردنم است. با مادری کردن به او درد چندین سالی قلب من، درد عشق من فراموش کردم. اما جان با بوی او خود راضی ساختم. از اینکه او هست به تقدیر خود راضی شدم. اما بسیار میترسم که بعد از فهمیدن حقایق مرا ترک کنه و بره. بسیار میترسم، بسیار بیچاره هستم. این قسم نکن دختره. چی میشه خود از دست نته. تو اگر قسم کنی کی از دخترت مواظبت کنه؟ کی از او حمایت کنه؟ کی در مقابل ظلم از او دفاع خواهد کرد؟ او ترسویی که به ظاهر پدرش است او دفاع خواهد کرد. آه عزیز، آه عزیز، هم رفتنت غم بود و هم آمدنت. خدا جزای تو را بده انشالله. دختر بیچاره را بدبخت کردی. زنده باشی. نوش جان. خدا یارت خاله جان. نوش جان، نوش جان. رئیس گفته بودی همراه اصل گپ میزنم. گفتم. کنان چطور میشه؟ کنان چی شده؟ تمام درد ای کنان انتقام گرفتن از اصل نیست، یعنی از دختر تو. این کار چطور میشه رئیس؟ دختر خود جلاد تربیه میکنی؟ دو بگو فکر من خراب نکن. دشمن من دیمیر غلو است. جلاد دشمن اورال خود بود. با اصل کدام بستگی نداره. و قسم سال نکن. من میگم که نیست دیگه. سایس رئیس. چی دستم رئیس؟ او موضوع دیگر چطور میشه؟ چی وقت توضیح میدی؟ منظور موضوع ایجاست. هیچ وقت حافظ. او راست کت موتو به قبرستان میره. سایس رئیس. راحت باش علینا جان، ضرور نیست که خوشی تفوت کنی. من کنانه دیدم هنوزم با هم هستین، جدا نشدین. بلالای میگی اصل؟ نه نمیگم، به خاطر که اگر بگویم میفهمم چی میشه. اما اشتباه میکنی علینا. فریب یک بازی کلا نمیخوری. مثل لالایم گپ میزنی اصل. شاید این یگانه موضوعی باشه که با اورال هم نظر هستم. هنوزم کنانه فراموش نکدینی؟ علینا موضوعی نیست.
به نظر من موضوع همی است. ایران هم میتونی هضم کنی که کنان تو را فراموش کرده و مرا دوست داره. کنان تو را دوست نداره. پس کی را دوست داره تو را؟ تو نمیفهمی. عشق قسم یک چیز نیست هلینا. دیگه ایره بیبی تنها هدفش انتقام گرفتن از ما و لالایت هست. از تو استفاده میکنه. فکر کردی این یک تصادف است که در شرکت شریک شده؟ کاملا واضح است که تو را فریب میده. میخوایی بگویی که آدم عاشق با عشق خود بازی نمیکنه؟ می قسم است. البته که بازی نمیکنه. در صورت چیزی که تو با کنان سپری کردی هم عشق نیست. او را فریب دادی و کت لالای مروسی کردی. در رابطه با عشق نظریات تو به من بسیار ارزشمند است. ایره خو میفهمی. با انجام دادن کاری که تو مرا ارزشمند میکنی مطمئن هستم که هم خودم خوش میباشم و هم کنان خوش میباشم. میبری ابرو؟ امشب ما تو را به خانت میرسانم. ضرور نیست. تاکسی خواستی؟ یک چند چیز است که میخوایم همراهت گپ بزنم. درباره چی؟ خوب است رو گپ بزنیم. خدایا تو با من توان بده. دخترم غیر از من هیچ کس را نداره. مام غیر از او کس را نداره. خدایا برام قدرت بده که از او حمایت کنم. مثل کود پشتش استاد باشم. خدایا تو برام کمک کن. چی شده؟ شب بخیر. خیرت است ملکه؟ در این خانک در بیرون چی میکنی؟ تو چه قسم یک آدم هستی ها؟ چطور میتونی قسم رفتار کنی مثل که هیچ چیز نشده؟ آخر چی شده بگو. باز پرسان میکنه که چی شده. بعد از فهمیدنی که اورال احمق با دختر چی کده بازم بیخار در چهار طرف میگردی ها؟ لعنت به تو اوری مرد خیلی. ملکه تو چه قسم گپ میزنی؟ یک ذره گپت سنجیده بزن. کارایی که او احمق در حق دخترت کده برات سخت تمام نشده بلکه گپای ما شده. افسوس به حال. لعنت به روزی که سر تو باور کردم و فکر کردم که به دخترم پدری خود کردی. لعنت. خیلی تو بگو که من چی کنم. بگو ملکه. حال خوبی یک اشتباه کرده. من باید در مقابلش یک بد کنم؟ بیازو وظیفه تو بد کردن است خلیل. تو خوب پدرش نیستی. دختر مردمه به تو چی همه قسم است. اگه بالای سرش یک پدر می بود و ای را می فهمید باز او را به کس و کوی رها می کرد. خانه او دی می رغلوها را با خاک یکسان می ساخت. تو چی می خواهی بگویی ها؟ از وقتی که او عزیز احمق پیدا شده رفتار تو هم بیخی تغییر کرده. نکرده؟ طرف ما بیبی خلیل مرده که ده 25 سال حتی نامش نگرفته ما فراموش کردیم. فهمیدی؟ اما میفهمی که مرا چی رنج میده؟ مرده که 24 سال همراه او ده یک بالش سر ما مانده بود و من تازه مشناسم. لعنت خدا به تو. لعنت به تو.
گفته بودین درباره کدام چیز گپ میزنین؟ بله، او شخص که احمد نام داره، او را چقدر میشناسی؟ از بسیار سابق میشناسمش. دوست دوران کودکیم است. چرا این سوالا پرسان کردی؟ نمیفهمم. نگاهی که طرف تو میکنه به من چندان دوستانه معلوم نمیشه برو. ای چیزی نیست که مربوط شما شوه. با تو خورب داره. بله، از سابق مرا دوست داره. شما چرا قدر به تشویش شدین؟ اما ایره نفهمیدم. خب پس تو را دوست داره. مزاحم خانه استم نه؟ نه بیا. خواستم احوالت بگیرم که چطور هستی. همراه مادرت گپ زدی؟ او هم خوب است؟ مادر ما چی شده؟ در یک حالت بسیار بعد از اینجا رفت. من به تشویش شدم. کدام مشکل خانه است؟ مادرم اینجا آمده بود؟ ای وای، ما فراموش کرده بودم. ای خدای من، تو واقعا خبر نبودی. یک عالم حادثه شده. همراه اورال گفتگو کردن. گرچه ما شاهد ماجرا نبودیم، اما نمیخوایم دروغ گفته باشم اصلا. مادر چی گپ شد؟ بعد از رفتن ما همراه خانم ملکه چی گفتین؟ دو مادر با هم گپ زدیم و با تفاهم رسیدیم. کدام چیز قابل تشویش نیست. خاطر جمع باشه. مادر تو مطمئن هستی؟ او زنکه را نتونستی درست ببینی، کم بود مرا بکشه. مطمئن هستم. تو تشویش نکن. تشویش نکن، موضوع طولانی نمیسازه. چوب میشه بچه. چرا گپ من نشنیدی مادر؟ گفتم که نکن، مداخله نکن. صبر کردن نتونستم اصلا. نتونستم دخترم. تو جانم هستی، نور چشمم هستی. تا که حساب ایره نگرفتیم خواب به چشمایم نمیایه. مادر جان ببین، اگر واقعا مرا دوست داری، اگر کمی هم به فکر ما باشی، گپای مرا فراموش کن. اگر نه، تا که تو دو جهنم باشی قلب من آرام نمیگیره دخترم. مادر ای کار دیگه بدیل نداره. هیچ چاره‌ای نداره. بهشت من پیش کن. اما دروازه او بهشت برای ما بسته شده. دیگه اهمیتی نداره که کجا میرم و در کجا زندگی میکنم. اگر مرا دوست داری، لطفاً اون گپا رو فراموش کن. هم مرا و هم خدا و کنانه در جنجال ننداز. چی بشه قبول کن مادر. بسیار زیاد تشکر آقا سینا. با شما هم زحمت شد. نه جانم، زحمتی چی؟ تو گپای دفنه را به دلت نگی لطفا. بیازم هم همی کارم میکنم، خصوصا در حس لباس پوشیدنت. به نظر ما قسم طرز پوشیدن با تو بسیار زیاد میزیبه. بسیار تشکر. ابرو بازم بسیار زیاد تشکر. شب بخیر. باز میبینم.
ملکه مادر داخل برو ابرام. وای مادر الهیم کو. وای مادر تو چی میکنی؟ دستم شکستاندی. دموتر او شخص چی کار داری ها؟ او شخص رئیسم است. نه دیگه چی گپ است؟ یعنی چی که چی گپ است؟ از او خانواده باید دور باشی، فهمیدی؟ اگر لازم باشه کارام ترک میکنی. و خانواده دیمیروغلا یک قربانی دادیم بس است، و دیگهش اجازه نمیتون، فهمیدی؟ باز چی گپ است پدر؟ ملکه از کار اورال و اصل خبر شده. چی؟ چپ باش طرف ما بیبی. این کارا مغلق شده میره. هرچی که میشه بان که شوه ما این کار میکنیم. ما از اون مسئله اورال و اصل هیچ خبر نبودیم. اگه جان ما رو بگیره راسته نمیگیم، اگه نی ختم میشیم. ملکه ما رو میکشه، فهمیدی یا نه؟ اگه اصل بگویه چی؟ خاطر نگفتنش هر کاری که از دست ما بیای انجام میدیم. اگه لازم باشه با پاهش خودم اندازیم. اگه نی توق لعنت در گردن ما انداخته میشه دخترم. ختم میشیم، ختم. دفعه دیگه از عهده کار برآمده نمیتونیم. عروسی میکنه ملکه ما با خاطر نکاح رفتن. ازم خواسته بودیم که کنان با خانم ملکه ملاقات میکنن یا نه. خب میکنن یا نه؟ بدتر از اون. به خاطر همه چیز بسیار تشکر عشقم.